با درود. لجاجت در دین یا همین عقاید دین و امت‌های و این تا زمانی که حکومت‌ها مخالفت کنن با گفتن این حقیقت، هی به مراتب به ضرر چه می شود؟ به ضرر همون چیزی که ملت ها انتظارش هست میکشن، یعنی مقدسین. چرا؟ انرژی خوبی میاد و یعنی ذات زمین با انسان ها بیدار می شود و همینطور چون که حقایق گفته می شود، مقدسین هم در این فضای اندیشه‌ای حضور پیدا میکنه. بعد همین امتهای اسلام، اولادشون و همون هایی که بهشون میگه شما هم اونجا خواهید بود، اونجا هم خواهید دید، اینها طبق عقاید دینشون و عدویتی که با این قوم ها دارن و با این تقدس، چرا گفتیم اگر این تقدس برایشان با این شرایط حفظ بشود، به هر طریقی گفته دیگه، مثلا قتل میکنن، همه کاری میکنن که این چیزی که دروغ‌هایشان را آشکار میکنن، یعنی کذبی که در کتاب امت‌هایی که اعمالشون طبق کلام خود کتاب مثلا از ابتدا بر اساس خلاف فرامین بوده است. از مثلا از آدم و حوا که مثلا حالا مثال اون زن که مثلا میوه رو گرفته است تا اینکه بعدش نسل‌ها شکل گرفته است، اون اتفاقا افتاده است تا به خاتم رسیده است و بعد از این و امروز تمام این خلقتی که شکل گرفته مخالف تقدس هست، مخالف مقدس بودن است، مخالف انسان هست، مخالف پدران سرزمین هایی هست که از قوم های پیشین هستند. چطور در امت اسلام این ادعا می شود که مثلا در قرآن می گوید که مثلا ای امت فلان، به امت خودش و متحدین خودش و شرکای خودش میگه که مثلا ما برمیخیزانیم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم. اگر این حق شما برای خود تصور میکنید، پس چرا همین کار وقتی اتفاق میافتد قوم‌های دیگه هم هستن بر این زمین، چرا با اونها به عدو افتادید و هی کل هدفتون شده است مقابله با اینا، قتل اینا یا مثلا سرقت اینها؟ و از این طریق مگر آنها هم قوم‌هایی نیستن؟ مگر این قوم‌ها مگر فرزندان این زمین یا از شما، حالا شبیه شما مگه نیستن؟ که نیستن. البته آنها خیلی در مقامی هستن که این اعمال رو نمیتونن تحمل کنن و چنین ضربه پذیر میشن. چرا؟ چون که تقدس دیگه، تقدس مانند اینه که کسی در باور خودش کاری نکرده باشه که مثلا از پیش بوده. بعد همین امت اسلام و امت‌هایی که با اینها شراکت دارن و این غربی که به اصطلاح آلمانی که مثلا در این مسئله، یا غرب یا کلا متحدین این مسئله که مثلا در این نقش دارن که افتادن برای حفظ قدرت و ثروت و اقتصادشون، به طور مثال چون که به یک چیزایی هم میرسند چه ملت‌هاش و چه روح‌هایی که به اصطلاح اینها به عنوان سلاح در اختیار داشتن و که با امت اسلامی به طور مثال در شراکت مثلا سهمیه‌ای هستن، همون طوایفی که مثلا غرب مثلا با طوایف دیگه مثلا در ارتباط است یا با عرب. خب اینها چه کار دارن میکنن؟ تمام این اعمالی که در کتب دینی و قرآن نوشته شده
با خود همون شخصیت هایی که داخل کتاب ها نوشته شده مثلا حضور پیدا میکنن و چه کار میکنن و هی به امت خودش که لشکریان خودش رو باشن هم میگن لا تخافوا، مثلا از این مسائل نترسید. اینها مثلا به خاطر همین چه کاری اتفاق میفته، مثلا شما ببین با چه طبع با همه چیز علیه همه چیز هستن، یعنی علیه هر چیزی که تصور کنید. چرا؟ چون که اینجوری فکر میکنن سرعت کارشون در این عمل سبب می شود که این موضوع تمام می شود و اینها مثلا فاتح این مسائلن، یا مثلا قدرت این دنیا میفته دستشون. اینجوری تصور میکنن دیگه. تصور میکنن دنیای مردگان رو نمیخوان و این لذت هایی که هست رو نخوان از دست داد. تداومش چجوری از برای حفظش، وگرنه ملت ها و امت ها و در حال حاضر حکومت ها و همین حوزه ها و و نمیدونم اینا اصلا فقط یه عده که فقط مخبر این مسئله هستن به حکمت این که مثلا اسرار این جهان امروز و اتفاقاتی که در جهان هستی و زمین و اینا رخ میده، اینا رو میرن میگن، تازه نسبت میدن به مثلا چارپای خودشون. خب حالا فقط اینا هستن، چرا نمیذارن به ملت ها گفته بشود؟ و نقشی که مثلا همین کنترل مثلا رسانه یا مثلا بلوگ هایی که مثلا من یادداشت کردم، همین بلوگ کردن اینا یا مثلا انحصار کردنش و سوء استفاده کردن از این کلام و از این هم نقش اعراب در این هست، اولادشون سرمایه‌گذار و اونایی که خدمت به ربشون و قرآنشون میکنن. چرا؟ چون که میدونن به چه چیزایی میرسن و مثل غرب مثلا یا کشورهایی که مثلا مثل آلمان یا هر جای دیگه که در این نقش شراکت دارن، یا مثلا شاید همین بحث برجام به طور مثال، اینها کسایی هستن که تمام این مدت سالها هنوز به این نتیجه نرسیدن که اعمالی که دارن میکنن خب نادرست است و شاید نتیجه بدی هم داشته باشه و همین جوری ادامه میدن. حتی پیش از اون بیماری هایی که اومد تمام دنیا به آرامش رفت تا سکوتی برقرار شد، اینها بازم از این مسئله و نقشی که به قول خودشون اروپا در این اجرا کرد که مثلا این رو کنترل کرد و فلان، مثلا این از این شرشون گذشتن، حالا شدن ادامه سریال مثلا داوود که مثلا وقتی به این چیز اینا شروع میکردن هم میکشتن. الان همچی اتفاقی هست دیگه. این کشت و کشتار طبق کلام همین کتب و طوایفی هست که اینو مدیریت میکنن. اما سوال این هست یه زمانی خب باید دیگه بفهمن دیگه، مثلا فهمیدن این مسائل دیگه حتما نباید به همه چیز دخول کرد، به هر مسئله‌ای تمام این اسرار خودتون رو افشا میکنید. افشا شدن اسرار شما سبب می شود که دین، علمای دین و اینها، چون که هر چقدر که این دولت آلمان یا هر کسی هست یا مثلا غرب از آمریکا، سازمان سیاه است یا هر سازمان، هر چقدر با امتهای عربی و اهداف توراتی مثلا و نقشه های مثلا توراتی و قرآنی و همین عملایی که می شود دیگه، مثلا تورات انجیل هر کدومشون به سهم خودشو دارن خدمت میکنن به این مسئله دیگه، چون که کتاب بهشون داده شده بی‌دلیل خود نبوده دیگه. لشکریان و یا اونهایی که درشون به عنوان سلاح این مسئله هستن که از این مسائل حرمت هیچی رو ندارن، مثلا مثل قرآن است و قرآنیان در اسلامی ها هم در تبع خودشون دیگه، هر کی مثلا بر اساس روحش که دارن، مثلا همین تقیه کردن یا مثلا نقشی که تشیع داره در خدمت به سنت که میبینه چطور مثلا چه اتفاقهایی با قومهایی میفته که مثلا هنوز
این حداقل این تشیعی که هست یا سنتی هست که داره از اون آب و خاک و اینا به هر طریق، حالا چه به زور چه به درستی، چه حلال چه حرام، داره سوء استفاده میکنه، میخوره، خودش، اولادش، مثلا نسلهاشون دارن از این برکت. حالا بغیر از این که مثلا قرن هاست از اینها کشتن و غارت کردن و خفت دادن طبق کلام دین، طبق مثلا اسلام. امروز که مثلا شما در این حالت هستید، حداقلی که هست اینه که مثلا میگید خب این شخص هر کاری داره میکنه، حرمتش مثلا این، حالا هر کس هست باش مثلا ورود نکنید به مثلا حریمش، یا مثلا حرمتش رو داشته باشید. حرمت خودش، خب چه کار خودش داریم مثلا ها. ولی مثلا اگر چیزی میبینید نرید تعریف کنید از خشونتی که اتفاق میافتد، از بدکاری که اتفاق میافتد، اعمال نادرست. تازه نروید ای امت شیعه که این صحبت یا سنت یا هر کدام یکی دیگتون که میشنوید، مثلا نروید اینها رو نسبت دهید مثلا چون که به این اشخاصی رسولانتون یا هر کسی هستن، امامانتون مثلا نسبت دهید یا طوایفتان که مثلا اینها چه کردن و روی اون حقیقت رو بپوشونین که چه اعمال نادرستی با قوم‌هایی کردن. و این میدونی چی میشود؟ چون که اگر نگویید، نگفته باشید، میشود چی؟ این که فساد زیاد شود. یعنی این اعمال نادرست بعد میشد ریشه اولادش خود شما، نسل‌های آینده شما، همین نسل‌هایی که امروز به عنوان تشیع سنت یا هر دینی که میشناسید، و اگر این کارها رو ادامه بدهند و شما شاهد باشید و به طور دیگه، چون که قدرت شما مثلا سرعت عمل شماست که مثلا نسبت به هیچ چیزی حرمت هیچ چیزی هم ندارید. چرا؟ این رگ و ریشش از کجا برمیخیزد؟ نطفهش کجاست؟ نطفهش در کمر کسایی بوده که مثلا اون اعمال رو انجام دادن دیگه. چه کار کردن؟ مثلا به مقدسترین وجودهایی که روی زمین بودن هم در کلام که الان میخوانید توهین شده، میکردن، توهین کردن، هم کشتار میکردن. قومهایی که اصلا شما اگر ادعای میکنید که مثلا پاکید و اینا، اصلا قابل مقایسه نیست مثلا هر چیزی که در کتاب نوشته است. و همین اعمال امروز به لجاجتی که هست، یعنی فقط این که مغرور، غروری که در ثروت و قدرت هست و غروری که در این قدرت سرعت عمل که چیه؟ ضد فرامینه و حرمت هیچی رو نداره. مثل یک سارقی که مثلا میره داخل خانه کسی، همین یک فیلمی مثلا نشون میدن داخل اتفاق افتاده که رفتن خانه یک منزلی، به اون شکل فجیع، مثلا پدر خانه، مادر خانه، دختر، پسر، ورود به منزلی و به اون طریق. تمام اینا افکاریه که در حکمت اون خلقت هست. یعنی چون که نطفه این مسائل در شکلگیریشون در چنین شخصیت‌هایی بوده، چه شده است؟ این اینطوری تأثیرگذار بوده است. و امروز این اعمال مثلا همین سرقت‌هایی که می‌بینید خیلی خشن اونا، این همون روح مسئله است. حالا موقعیت این روح مسئله چی می‌خواهد؟ مثلا چهارپای خودش رو احتمالاً می‌خواد. یه چهارپا می‌خواد برای امت‌هایی که مثلا برای توسعه یافتنش، یه چهارپاهایی می‌خواد برای همین روح‌ها که اینا هم از تربیت این امت هاست. که مثلا حالا یک حاکمیت هم میاد به عنوان ولایت به دستور خلافت، مثلا مطیع امر مثلا طوایفی که مثلا یه زمانی بت‌های خودمون رو میپرستیدن، بعد حالا بت ندارن، همه واحد شدن و مثلا یک عمل انجام میدن. خب اینها دارن چی کار میکنن؟ اینها دقیقاً دارن عامل این میشون که فقر و مصیبت و اینا هم یک ملت‌های، یک قوم‌های در
توهم و دردسر و مشکلات روح و روان و فقر و تحریم و همه این مسائل، بعد یه حاکمیتی که در قدرت و لذت و ثروت و تعاملات خودش عامل این و تقویت این روح‌ها می شود. روح‌هایی که مثلا از کشورهای دیگه میان ها. چرا روح نطفه تولد خلقت این سرقت و قتل و غارت و چشم حسادت و بدبینی و اینا همه از کجا میاد؟ از همون جایی که ضد این فرامین عمل شد و چون به ضد کار حرام است، به ضدیت با فرامین هست، باید ملقب هم شد به چنین چیزی تا امت خودش یه روزی بفهمه که این کاری که داره میکنه، عملی که داره انجام میده نادرسته. حالا خودش رفته دنبالش، یا رهبری شده یا هدایت شده. حالا به عنوان این که تقصیری ندارند این رسولان و امتها و اینا، این هم به وعده این هست که یه روزی حقیقت بر شما آشکار شود که شما خودتون چه بوده اید، اعمالتون چه هست، چون که همین کتاب شما را هدایت کرده. این کتاب هم خود روح، آیا تفکر نکردید؟ مگر می شود مثلا بگی اعمال فلان چیز است و دوباره خودش همون دو فلان چیز است بفرسته به امتی دیگه؟ پس شریک اون شخصه. یعنی اون کسی که عذاب میداده مثلا به وسیله فلان بوده، این هم مدعی فلان بوده، و اگر اینا شریک هم بودن، خود در کار هم امت خود را فریب دادن تا وسیله شوند برای امتحان خودشون شاید. حالا اینجوری به منظور، ولی در این امتحان چه شده؟ ملت ها، قوم ها، کشتارها، و این چیزی است که مربوط می شود به فراتر از این چیزی که رسولان به عمل و حکمت و مثلا تعلیم بودن، تربیت شدن یا خلق شدن. فراتر بود. بس فراتر از این که گفتیم قرار بود بر این زمین چنین اتفاقایی بیفتن و دلیل بر وجود این زمان می شود که مثلا حقیقت هم گفته می شود و اثبات می شود که آن قوم چه بود، خوبی چه بود و بدی چیست و امتها چطوری شکل گرفتن، تا خود امتهای خودشون متوجه بشن که تو این دنیا عامل چه مصیبتهایی هستن. چرا؟ چون که همون روز در همون سرزمین ها تقدس را همین امتهایی که الان هستن، شخصیتهایی که خلقشون کردن عاملش بودن. یعنی همونایی که فرماندگی میکردن به مقام خدایی رسیدن، مانند موسی، کشتار کردن و کشتن، نطفه گذاشتن، کنیز گرفتن، اینو گرفتن اونو گرفتن، امتها رو شکل دادن و همینطور تا به خاتم و بعدش. این امتهایی هم که امروز شکل گرفته، نطفه هاشون مثلا بگین از این طریق و طبق کتاب قرآن دیگه، خاتمه وقتی میگه نطفه های اینها رو ما گذاشتیم، یعنی نطفه های امت هایی که به این طریق متولد شدن. ولی کسانی که نطفه ها رو گذاشتن اهمیت داره که اون روح اعمالشونه، یعنی روحیه که مثلا و امتیه و تعهدیه و طایفه ایست یا هرچی هست که مثلا تسلیم این مسئله هم هست. تازه تسلیم شدن در برابر این یعنی تسلیم بودن در برابر آن یوغی که حالا اگر نمیشناختی میشناسی، یا اگر خواستی هم نشناسی نمیشناسی، یا خواستی بشناسی بشناس. تمام اینها برای این بود که مثلا بر زمین یا این ملت ها، قوم ها سخن داشته باشن برای گفتن، یعنی گفتاری که یک روزی هم به قدرت گفتار که شخصیت انسانی است و انسان شخصیتی دارد شبیه آن چیزی که گفته می شود آفرینش هست و روحی که به ذاتش هست. بنابراین همونطور که یک زمانی با قدرت و شتاب و خونریزی و بیرحمی و فلان اعمال که نسبت به زن و اولاد و اموال و این و اون داشتیم، مثلا در کتاب ها معروفن، قرار هم هست که یک روزی دوباره زمین به آرامش برسد، قوم ها دوباره صاحب
آرامش و شخصیت و هویت خودشان باشند. همین تمام این مسائل هم در کتب دینی بازم نوشته است که چنین روزی میرسد. حالا پیشوای این مسئله ممکنه یکی مثل انسان باشه و دیگران باشند. پیشوای این مسئله است. این هم هست که یک روزی این گفته ها به ملت ها، به فرزندانتون گفته شود تا زمین تازه برای اون تقدسی که گفته می شود خود را مثلا لباسی پاک تنش باشد. وگرنه خب من و شما مثلا همه در باب گفتاریم. تمام این کتب دینی و اعمالی که شده خواسته حالا روحی بوده که در اون نفس بوده یا خلقتی هست که قرار بوده اتفاق بیفتد. اتفاق افتاده هم بر اساس گفتار است. گفتار، حرکت، انجام دادن، عمل کردن یا هر چیز. یعنی اگر بازم انسان نبود، همون از روز ابتدا پیش از این که اصلا کسی به تفکر این باشد که باغی بسازد شبیهش، خب انسان یعنی بشر رو زمین بوده، قوم ها بودن، پدرانی که امروز به شما میگم گفته می شود و گذشته هم گفته شده که حرمت این پدران را داشته باشه. همونطوری که در تورات که چند صد سال نوشته شده می گفته است که اینا امت‌های دیگه شکل گرفتن که دیگه اصلا حرمت نه پیر دارن نه جوان، نه تقدس میفهمن نه چیزی، اما برای خودشون اگر هر کاری بکنن میگنش تقدس. هر عملی، حتی مثلا اگر خیلی ببخشید مثلا دارن زنا میکنن به اسم خود اون دین به عنوان صیغه معرفیش میکنن هم تقدس مینامنش. مثلا میگه این دیگه عمل مقدس شده. چرا؟ مربوط میشود به اون تقدسی که خودشون دارن دیگه، برای خودشون ساختن. برای اینا همه چیز باید تمسخر گرفته بشه تا خلق خودش، امت خودش به تمسخر در بیاد. یعنی امت خودش را وسیله کرده است برای این کار تا تنبیهش کند که تو نافرمان بودی. چرا؟ نافرمان بودی چون که هم قتل کردی، هم غارت کردی، هم چشم بد به ناموس، فلان، این مال، اموال، همه چیز در کتاب که شکل گرفته و امتهایشان دارن اینو ادامه میدن. نادانسته ها، ایمانداران که بسیار در زندگی خود مشغولن، این بادیست، چه از این ور بوزد چه از اون ور بوزد، براشون فرقی نمیکنه. صبح که از خواب بلند میشن روز از، شبم که بخوابن شب است. همیشه این اتفاق افتاده. حالا یک عمل هم دارن، اصولی هم دارن، مثلا تقلید هم میکنن، صلات میگن، فلان میگن. بعد مثلا دیگه اون چیزهایی که دست به اصطلاح گردنبندشون محسوب میشه، گوشواره هاشون یا مثلا پابندشون، فلان، اینا جواراتی، لباسی هم که تنشون کردن، مراسماشونه، مثلا عیدشونه، رمضانشونه، نمیدونم این چیزاست. اینا رو هم خب براشون ساختن و حکمتی درش بوده دیگه. این یک مخلوقی است که ساخته شده است آنطور که گفته شده خود در کتاب که اینها پوشیده شدن و این ملبس شدن به این لباس و به این نام و فلان نشان. اعمالشون هم چنین است. امتها و طایفه هم که درشون هست، طوایف هر کدومشون عملش مشخص شده است. یعنی گفته یه عده برای کشتار میروند، یه عده برای مثلا غارت، یه عده‌ای در سهمشون و دیگه تا میرسد به کبار و اهل فلان و کتاب و طوایفی که مثلا گوشت رو میخورن، کار و اعمال موسی رو انجام میدن که وعدهشون حفظ میشود. چرا؟ حرمت موسی رو داره دیگه، پس حرمت اون اعمال هم دارد. اما بازم قومهاشون یا امتهاشون که محصولشون است توسط حاصل این مسئله همیشه به کشتار بودن، قربانی این امتها بودن، طوایف، تا تونستن امروز چنین برسن. بنابراین وقتی شما همه این مسائل رو میشناسید، حرمت اگر میخواهید باید ارزش‌های خود را بشناسید. یعنی شما اگر ارزش این خلقت را نشناسید،
توهین میکنید هر زمانی به این تقدسی که در برابر شما، یا مثلا آفرینشی که بازم در شماست، یا همین قوم هایی که اصلا شما میگویید مثلا بدن مچوسن، اصلا همین قوم ها در برابر شما قرار میگیرن که چی؟ که آقا تویی که فلان داری میگی خودت هم اینی، خودت هم بشناس، شناخت تو هم حقیست که حق هر کسی دیگه هم در شناخت هر چیزی هست میشود این. و شما اگه ارزش برای زمان گذاشته بودید، میگذاشتید، این اتفاق تازه میافتاد که مثلا در مورد کتب دینی حتی شاید صحبت نشود. در ابتدای صحبت‌هایی شد چندین سال پیش، گوش شنوا اگر داشتید مثلا میرفتید دنبال کار خودتون، میگفتید خب این همون چیزیه که در کتاب گفت حقیقت دارد، حق است، و ما رفتیم و بار و اساس رو بر می داشتید و اون وسایل صنعت و فلانتون هم بر می داشتید، خیمهاتون هم بر می داشتید، می رفتید سرزمین خود و امانت و دارایی و هرچی هم خفت دادی و هر کس و هر جاست مثلا می دادی به شهر خودشون، همه چی طبق کلام پیش می رفت، همه هم خوشحال می شدن. بعدش اونهایی هم که قرار بود به شهرهاشون بازگردن هم به خوبی و خوشی باز می گشتن، هر کی شهر خودش، حرمت خودش، ارزش خودش، به همه هم احترام و محبت گذاشته می شد. شما چه کردید؟ هی لجاجت کردید. چرا؟ علمای دین هی گفتن نکنید فلان، این فلان است، به کشتار، به قتل، ارعاب، بده به این، از اون بگیر. حتی مثلا برای این که مثل امروزی که مثلا شما روحیه این مسئله‌ای که خودتان میدانید بد است و بدی یک روزی ساقط می شود، یعنی آنچه عمل نادرست است اعمالش ساقط می شود با امتش و اینا، این یه روزی حالا می شود، هر وقت بشود. شما وقتی می دانید یه همچه چیزی می شود دیگه مثلا این اعمال ادامه نمیدید. مثلا میگی خب یک بار کردیم، دوبار انجام دادیم، یک سال وقتی مثلا وقتی کشتن عیسی میشد قربانی ها میکردیم، ارعاب میکردیم، یک سال مثلا هر عید مثلا در عید فلان چنان میکردیم، ارعاب میکردیم، یه عده میکشتیم، خیممون گرم بود، هر روز آتشش روشن بود و فلان و قربانی ها سر به راه بودن. وقتی این چیزها رو کردیم خب یک سال، دو سال، 10 سال، بعد یه روزی متوجه میشید که دیگه خب باید شنونده این چیزها هم باشید. چرا؟ چون که اگه شخصی به شما دروغ بگوید یا مثلا کلامی رو که روزی گفته از درش تغییری داده باشد، مثلا شما میتوانید دیگه بعد اینو محکوم، ولی اگه نتوانستید خب خسران این مسئله میشید. خسارتش هم اینه که مثلا شما دیگه ارزش‌های خودتان را هم از دست میدهید. یعنی هرچی حرمتی دیگه برای حرم است، امامت است، تقدسی که خودتون دوستش داشتین، اینها از بین میرن، ساقط میشن. هرچی مثلا در مورد دین کتاب است، نمیدونم نبوت است، رسول است، وحی است، اینها هم همه با هم دیگه ساقط میشن. چرا؟ چون که امت خودش حرمت خالق خودش زمانش رو نداشت، تازه میخواست بره برای خودش امامتی بسازه که این امامت از این گفته ها و مثلا بلوگ ها و اینا خودشون و دوستان مثلا غربیش رو سوء استفاده کنن، تازه لذت هم ببرن. وقتی بحث امامت میشه مثل وحشت زده ها شدن. چه با شیعه این کار میکنن، چه با سنی مسیحی مثلا، یا مثلا قوم های قدیم، همین کارهای اعمالی که کردن. بعدش تازه طبق کلام قرآن مثلا سهم اون ثروتی است که مثلا اگه دارن از اون کشورها میخورن، طبق کلام قرآن مثلا میگه ای امت فلان طوایفی که شرکایتان مثلا فلان میکنن، مثلا اونجا دارید در چنین مواقعی هم میخورید میبخشید به اینا، به اونا بگید اون بهره کمتر بدن، یعنی بهره بگیرن از اون. به خاطر همین دیگه بهره مثلا تو کشورهای غربی ثروتمند میشون، ولی امتهاشون نه ملتهاشون، البته ملتهاشون هم خوشن دیگه، ولی از کم بیشتر توقع دارن. بعد تازه امت اسلامی چون که این خدمت بهشون کرده توسعه پیدا میکنه،
بعد از اون ور مثلا همون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته که همون بلا و مصیبت های خودشون میشه، اینا اتفاق میفتن، میشه یوغ خودشون. اما کجا رهایی پیدا میکنه؟ حقیقت در موردشون گفته میشه. در این میان چه اتفاقی میفته؟ یعنی خسران کیست؟ کسی که حرمت کلام، حرمت سخنان کتاب را نداشت، با اینکه میدونست مثلا خودش در کتاب میداند که مثلا بهش گفته شده حقیقت چیزی دیگه است، شما اینو تغییر دادین، اما چون که بهش گفته خب حالا اگر شما میخواین خودتون رو حفظ کنید، لعنت کرده مثلا کسی اگر از عمل خودش برگرده، عملی که میدونه نادرسته، لعنتش کرده مثلا، حالا مثلا اینا متعهدن، عهدشون رو نخواستن مثلا بشکنن، پایبند و فشار و تمام این عمل رو در این چندین و چند صد سال، در همین 10 سال و 15 سال آشکار، در امروزی که مثلا همه بیننده و شنوندن و همه منتظر این اتفاقایی هستن تا یک روزی برطرف شوند، دیگه اتفاق نیفتد، رسوا شوند. این امت ها چون که خود را میخواستن بی ارزش کنند، خالق خود را بی ارزش کنند، رسول خود را بی ارزش کنند، کتاب خود را بی ارزش کنند، همه را از دید انسانیت با امت خودش بی ارزش کنند، به همش به بی ارزش کردن دیگران می اندیشیدند. در صورتی که همون خدایی که شاید شما نمیشناسید و همون آفرینش این زمین و زمان، هم این خالق را میشناسد، هم امتش را میشناسد، هم اون قوم ها را میشناسد، هم قوم های فرزندانشون، زمین را میشناسد. بنابراین این است که دلیل رو آمده که مثلا اثبات کنه بر همه که شما مثلا اعمال خودتون رو دیدید، با اینکه نوشته است که مثلا این سخنان هم سخنانی نیست که مثلا کسی غریبی گفته، همین خالق خود امت خودتون از عمل کردتون در جلوی چشمش که انجام دادید برای شما گفته شده که شما دارین این اعمال رو انجام میدید و نکنید این کار رو. بعد شما همین خالق رو که همونجا هم به شما میگه روزی بر شما آشکار میشود، شما حرمت همین خالق خودتان را هم نداشته و این میشه لجاجت، میشه نفسانی، اراده نفسانی. به طور مثال شما در منطقه مثلا نیت کرده اید 50 سال پیش، 60 سال پیش نقشه کشیده بودید که وقتی انقلاب بشود که انقلاب برید انقلاب کنید، دیگه شاه باید برود، تصمیم گرفتید چرا مثلا یه پسرکی داخل آمریکا مثلا به این قدرت رسیده، با تو هم دوست شده، رفیق شده، تو هم بهش بخشیدی و اینا، و اون مثلا خشنه، سلاح میسازه، مثلا تازه بمب اتم میزنه برای اینکه مسیحیت رو مثلا توسعه بده، عیسی رو، و بعدش زمین ساز این میشه که بعد اسلام میره به سمت شرق. مثلا یه همچی پسری برای تو کار میکنه که مثلا تو مثلا به عنوان مثلا عرب توی منطقه به این عنوان همه چیز میدی، اما به همسایه خودت طبق کلام این که داری ضد فرامین عمل میکنی، مثلا به همسایه خودت ترحم هم نداری. تازه نیت کرده ای که بروی چه کار کنی؟ مثلا قوم‌هایی رو بکشی. چرا میخوایی مثلا از زمینی که اونجا مثلا تسلط دینی داری که مثلا حکمت خلقت هست، مثلا از این طریق چه کار کنی؟ مثلا با حکومتی هایی که ولایت مثلا یا مطیع سنتن یا مثلا حکومت سنی هن یا شیعی هن یا مثلا عیسوی هن در کنارش و یهودی هن در کنارش، مثلا با اینها مثلا داری زمینه میسازی که مثلا این اعمال رو انجام دهی. با کتاب چی؟ با نفس چی؟
وگرنه اگه بحث کتاب باشه، کتاب خود داره تمام این مسائل برای شما توضیح میده که شما دارین این اعمال انجام میدید و وقتی در مورد تو چنین آشکار میشود، گفته میشود، نباید چنین کاری بکنید. حتی اگر مثلا دولت آلمان خدمت کنه بهت، مثلا نگذارد، یا مثلا آمریکا نگذاره این گفته ها به مردم برسد، ولی خب شنیده که میشود. همینی که تو داری بهش باج میدی، سوء استفاده خب ممکنه ازت بکند، یا مثلا اینی که رشوه میدی براش که مثلا دینتو حفظ کنی، یا مثلا اولادت مثلا، یا خود مثلا همین طوایفت که مثلا انتظار هیچ چیزای خوب هستن، خب تا یه مدتی میتونن این کار کنن، یا اصلا این کارا رو کردن بعدش چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی میافتاد. مثلا همون طبق کتاب مثلا رسول و خاتم میگه، بهش گفته هیچ اتفاقی نمیافتاد. شما این کار رو میکنید و اینجوری میشود و اینجوری میشود. مگر قبلا یاد ندارید مثلا اجداد شما چه کردن؟ رفتن در فلان منطقه فلان چیزی بود و فلان کردن، هم خودشو اونجوری کردن، هم کشتار کردن، قومشو غارت کردن، سهمشو دادیم به قوم امت شریک فلان. تعریف میکنه دیگه همین چیزایی که در کتاب نوشته دیگه. مثلا تصور کنید یک زمانی در بغداد مثلا پیش رسید که مثلا دیگه این همه سنت بشه و دیگه این به این فلاکتش که بخواسته برسه، بعدش خودش تازه وسیله‌ای بشه برای حرکت دیگهش، قدم دیگهش یا خیزش دیگهش، این حی العظیم. مثلا با اونجا چه کار میکرده؟ همینه تو. یا مثلا حکایت یونس، مثلا بهش میگه برو بگو اینجوری، وقتی میره اونجا نمیگه، مثلا میگه چطور همچی چیزی میگه، حالا نمیگی، مثلا میره یونس یه چیز دیگه مثلا تعریف میکنه. مثال میخوام بگم که اون شهری که مثلا اون مصیبت های نصیبش میشده چی بوده دیگه؟ همین چیزهایی که تکرارشون حفظ دینه. مثلا در پیش از این وقتی به مثلا عراقی ها الان این عمل شیعه رو انجام میدن، در صورتی که تاریخ پیش خودشون مثلا با خودشون همینا این کار کردن، اومدن ریختن مثلا به زن و بچه و فلان و همین غربی و مثلا با همین اعراب سنی مثلا قدیم اونایی که بودن، تا اینکه مثلا اینجوری شدن. یا کشورهای دیگه که مثلا در این مسئله نقش داشتن، مثلا هی حمله میکردن میکشتن برای حاکم، چون که حاکمی که اونجا بود کی بود؟ کسی بود که وقتی موسی اومد پیشش سر چاه، دخترانش مثلا بردش رفت امتی آورد تا بتونه همون حکومتی که اونجا داشت میکرد، این نسل هایی که قوم هایی که باقی موندن یا مثلا ممکن بود خطری بشه براش، اونا رو کشت که از روح اونا بلند شد که برخیزه بره جلوتر، باش مقابله کردن دیگه. اون مثلا سمت مثلا نزدیک کجا، حالا بگو بغداد، عراق، اینا اون تو مرزا مثلا اینا زمینگیر شدن. چی شد؟ چون که قوم هایی که اونجا بودن این میوه رو نمی گرفتن. بعد اومدن بحث کوچ شد، چرا همین تو عراق موندند مثلا قوم هاشون دیگه، میگه غلبه شد برشون. این هم حکمت چی بود؟ ربشون بود که گفته بود اینا رو اونجا بفرسته. اینا البته اینا حکایت هایی که بعد تعریف شده دیگه، که این قوم ها بهش میگه به حکمت رب. مثلا گفت اینا موندن اونجا، این دیگه جواناشو کشته شدن، پیر مرداشون و جنگجویانشون و اینا لشکریانشون، ولی چی؟ همون کشتارشون شد روحی که در امتهاشو داشت شکل میگرفت. یعنی فرزندانی که قرار است اون روح داخلشون شکل بگیره در باطن اونها، و ظاهری که به اون شهر مثلا چی میشه؟ هم یکی میشه. مثلا تصور کن مثلا در آلمان این همه میان، بعد مثلا اینا خیلی روحایی هم که مثلا مثل سوریا و اینا که کشته شدن مسلمان بودن، اینا با خودشو آوردن. خب در عذاب و غم و مصیبت هم که بودن، به اینجا هم دعوت شدن به دین خود، مثلا صلات هم گذاشتن. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ یک نسلی خود را به ظاهر فرهنگ یه جایی در میاره که دینش تازه در باطنش میگه که یه روزی من باید این سرزمین رو بگیرم.
و بکنمش به شریعت درش بیارم، وصلت کنم باهاش و اینطوری و اونطوری. تصور که همین اتفاقات طبق کلام تکرار شده است در پیش کجا افتاده؟ همین سرزمین هایی که مثلا امروز برای اینکه دید خودشون نشن، یه دفعه به خودشون نگاه نکنن، رسوا نشون، همش اهدافشون چیه؟ توسعه است. باید برید اونجا رو بگیرید. مثلا اونجا هم وعده میکنن مثلا با چیز، اسمش چیه بگو، مثلا شخصی مثل مغول یا چین و اینا، مثلا یا هند، مثلا اینا، یا مثلا دیگه بعد اروپایی ها با وصلتی که داشتن مثلا اینا حمله میکردن چی؟ همین قوم ها رو میکشن تا این روح شکل بگیره. تمام کلیت خلقت هم همینه. حالا توی حاکم بر ادعای این که مثلا حالا در کشور ما مثلا ولایت فقیه به اطاعت از سنت عهد کتابش مطیع امر عهدنامه است که حالا همه چیز مشخصاتی دارد. خب طبق دینم عمل شده از تمام این سالها، چه نقشه ها چه اون از اول انقلاب، مثلا خفت هایی که داده شد، بعد جنگ شد، بعد نیروهایی که درونش کشته شد، بعد مثلا بعد از جنگ دیگه بساط سیغه گذاشته شد، بعد فقر اومد، بعد مثلا امتها قدرت گرفتن، تصمیم بر این شد که مثلا نیروهای نظامی نسلی شکل گرفته دیگه، انقلاب به گامهای دوم و سوم و بعدیش مثلا یه جنگ هم بشه، مثلا دوباره بزنن مثلا یه شهرهای ویران کنن، ایرانی رو بکنن، حالا از خود امت هم کشته بشه. خب این همون چیه؟ همونی که روحاشو میخواد دیگه. میگه دوباره یه روحی دیگه بلند میشه که قدرتمندتر میتونه قاری قرآن بشه. چرا حکومتی که برش بازم تسلط پیدا میکنه قراره چی؟ مطیع همین داستان باشه. اونی هم که میزدتش هم خودش بوده، یعنی همون کسی که داشته. حالا تصور کنید، خب الان این حکومتی که هست به ولایت فقه، خب اگر تو یک مثلا بیتت، امتت، یا مثلا اهل کتابت، اگر همه با هم دیگه به این نتیجه برسید که مثلا دین اگر گفته برو دنبال لذت ها و دنیا و اقتصاد، این خواسته دل شماست، شما کم نیارید، قدرتمند، تقوا داشته باشید، یا مثلا هر طریقی شده خدمت کنید، حتی اگه شده فرزندان خودتون هم شاید قربانی کنید برای این مسئله، طبق همون عقاید دینی دیگه این کار رو بکنید و شما عهدنامه دارید نسبت به این مسئله. شما در یک کشوری هستی که به این موقعیت میرسی و به شما آشکارا از همه جا خواهد گفته شد که رفتار شما بی حرمتی به دین خودتان است. چرا؟ گفته شده است که روزی خواهد رسید که شما همین کارها رو میکنید و اون روزیه که شما خودتون خسرانید. چرا؟ دلیلش این است که مثلا شما حرمت دین و ایمانداران رو نداشته اید، نخواستید حتی ایمانداران را که به شما ایمان داشتن، یعنی قوم ها، امت ها، ملت ها، حالا به از طوایف و فرقه ها که مدیریت میکنن، که اینا که عامل همین مسائل میشوند، مثلا شما حرمت ایمانداران هم نداشتید. ناچارن به جایی کشیده میشود که مثلا بهشون باید بگید تو دیوانه بودی، به این دلیل دیوانه شدی که مثلا عمل نادرست انجام دادی. باید بهش گفت که مثلا کار نکاح همون کار فحشاست، ولی چون که خواسته شد خفت بده به زن مثلا، و خفت زن اولش در کجا بود؟ در خود همین شهرهایی که مثلا امروز مدعی اینن که مثلا اینها دارن با قومهای دیگه این کارو میکنن، مثلا میرن نکاح میکنن، قتل میکنن، مثلا از قومهای فلان میکشن.
ولی خود در پیش با همین قوم هایی که قبلا هم همونجا بودن همین کار کردن و از همون اونها نکاح که اون موقع عمل نادرستی بود در همون شهرهای قدیم، بعد به عنوان همون فحشا گفته میشد به نکاح و بعدش یا صیغه یا اینکه شما زن را یک وسیله‌ای برای اینکه حالا میخواد طایفه‌ای بزرگتر داشته باشی، لذت بیشتری ببری، زن دوستی، مثلا چهره دوستای ثروتمندی، حالا تو کتاب بهت گفته خود تو یک انسان اینطوری باش تا یه روزی بهت ثابت بشه که مثلا تو در دنیای عالم خودت در چه اعمالی بودی علاوه روحی. با 4 تا زن میتونستی داخل یه خونه باشی، بچه زیاد داشتی و کی این تمام خیر و برکت بهت داده؟ مثلا ربت که تو خودت نمیدونی حلال حرامش چیه و چرا این کارو باهات کرده. بنابراین تو بلند میشی خودت، چون که این عمله که خودت نادرستی رو نبینی، بلند میشی میری یه کشوری دیگه که همسایته، چه کار میکنی؟ به امرت میگی خب با حکمت علمای دینت برای این که خفتی داده باشی به یک قومهایی، مثلا میگی آقا صیغه بکنید، شریعت تشیع طبق امر مثلا سنت و امت بیت فلان و طایفه فلان، اشکالی ندارد که مثلا اگر زنی که مثلا در فقر و مصیبت هست برای امرار معاشش یا مثلا برای همین چی عیشی که مثلا شما حلال حرام میکنید امت سنت روش، اگه خواست برای همین عیش و نهار و فطارش و اینا مثلا چیزی بخوره نداشت، مثلا اشکالی نداره صیغه هم کنه. اگه هزینه خونه زندگیشو نداشت میتونه صیغه موقت هم بکنه. بعد اینو به ترسیم تأدیب کی؟ امت رسول اکرم دیگه، خاتم انبیاست دیگه. یعنی تمام طوایف رو بر این مبنا که هر کی هر ایده‌ای دارد بتواند دور هم به یکی تشبیه کرد. حالا این خواسته کی بوده که مثلا توی یک کشور دیگه صیغه مثلا آزاد، اصلا دوست داره داخل تشیع. چرا آلت سنت مثلا چیزی دیگه است، مثلا امتی دیگه است، این چیزا درش عیبه، ولی اون اجازه داره 4 تا زن بگیره خودش رسمی، 5 تا بگیره، طلاق بده، با 3 بار طلاق مثلا طلاق زیاد بشه، بعد اولاد خودش مثلا تبدیل بشن به یه چی وسیله برای لذت ها، مثلا برید در خارج از کشور خرج کنید، این ثروتی که هست این ثروت ربک. چرا مثلا داره از کجا میخوره؟ مثلا این رفته این کشورها رو گرفته، این سرزمین ها این میوه رو داده بوده، مثلا به این تعالیم رو بهش گفته و چون که مثلا اینها اینو گوش کردن، حالا دیگه اسلامی هم شدن، مسلم شدن، مثلا شیعه شون دیگه مثلا کنیزان ما بودن که مثلا ما رسونده میشون به این مقام و اینا وسیله هم برای لذت های ما. ربکم قالکم مثلا اینطوری گفته. خب تمام اینها رو وقتی شما شناختید، بازم به خودت میگی این عمل درستی است که مثلا شما امتهای خودتون رو مثلا اینطور به موقعیتی برسونی که مثلا شاید شرمندگی بشه. مثلا خود من انسان در کشوری سرزمینی شیعه سنه اینا همه در کنار هم چشم به این دنیا آمدیم و امروز مثلا مسببش اعمال حکومت و اولاد و شیوخ و اینایی که مثلا تازگی هم به قدرت رسیدن بعد از انقلاب و اینا، خواسته هاشون و نوع غرورشون، نوع اعمالشون، بی حرمتی هایی که به هموطنای ما شما در تمام کشورها، وقتی تو با یک همسایه داری این کار میکنی، حتی اگر مثلا غیرتی داخل مثلا اولادتون باشه، رجالتون باشه، حتی خود در کشورهای سنی مثلا باعثی به این اولاد این شیوخ و مثلا طوایف و اینا نمیگفتن مثلا خجالت بکشید، مثلا استحو کنید که مثلا در همسایگی با یک قوم هایی که مثلا پدرانشون نطفه های
اصالت اصلی شما که الان خودتون نمیدونین چی هستی رو گذاشتن. درست است که مثلا با فرزندان یه قومی، ملتی، همسایه این کار کرد. وقتی شما اگه این چیزها رو متوجه میشی و عمل تو که دینت باشد، صلاتت رو که عهدت باشد، یا سلواتی که محبتت باشد، تمام اینها رو انجام میدی و دوست داری اینها رو داشته باشی، نباید به دیگران در این زمان به حرمت ارزش هایی که براشون پاک است، مقدس است، به حرمت شنیدن حرفهای یکدیگر، حتی به حرمت این که مثلا حساب و کتابشون ایراد پیدا نکنه، زندگی خوبی داشته باشن، حتی به خاطر نان. یعنی تو اینقدر قدرتمند خبیث شده ای با خودت و امتها و کسایی که حکومتهایی که با شکل گرفتن، اینقدر قدرتمند، قوی و تقوا پیدا کردی در خباثت که حاضری حتی دختر یک سرزمینی رو، یک قومی رو بفروشی، یا مثلا قوم‌های رو، خانواده‌ای رو مثلا به چالش و مصیبت و در بیاری که مثلا تو این دنیا نقشی داشته باشید در نقش‌هایی که مثلا چنین اعمالی انجام میدن. و این ریش، لباس، سن و سال شما به شما نمیفهمونه که مثلا عمل کثیف چیه، چه چیزی رو میگم کثافت یا عمل نادرست. چرا داخل کتاب به شما گفته شده اعمالتون کثیف است؟ خود به کلام، حالا در کتاب خاتم، ولی به کلام گذشتگان یا خود قوم هایی که در همون سرزمین ها بودن، مگر خیلی از این گفته های تورات و انجیل و مثلا قرآن، مگر خودشون از گفته های قوم هایی نیستن که خود اعراب زدن، کشتنشون، ویرانشون کردن؟ کجا؟ بر همین سرزمین هایی که خود اعراب الان حکومت میکنن، مگر مال اونها نیستن؟ و همین قوم ها رو شما امروز چه کار میکنید؟ یا مثلا تو به حرمت چه چیزی مثلا این قدرت رو میخوای نگه داری؟ مثلا یکی میگه من بت خودم رو اینقدر دوست دارم که حاضرم براش کشتار کنم. این حکایت حکومت‌های امروزه، به خاطر اون بت‌هایی که دارن، حالا نبیان، حرمن، امامن، طریقتی دارن، وسیلتی دارن، نمیدونم روایتی دارن، رسم و رسومی دارن. به خاطر همین ساخته‌ای که تو عبادتش میکنی، تمام این اتفاقها رو داری انجام میدی. میگی من حرمت هیچی ندارم، من فقط بت خودم رو میپرستم، عبادت میکنم. بعد این سبب چی میشه؟ قوم‌های دیگه. پس این بت تو وقتی رفت روی اون سرزمین که مال خودش نبود، کشته شد، حقش اینه که مثلا از اونجا بخورد و بنوشد، تو هم در خدمتش باشی، محصولش رو که مثلا براش فراهم کنی، که مثلا اونهایی که عاملش بودن، اون طوایف، تو اون باغ مثلا تو حرم لذت ببرن از زنهایی که مثلا نمیفهمن چی هن، مثل حوری هن. بعدش به امت خودش مثلا وعده این لذت ها رو داده که مثلا هر کدوم تو صاحب فلان، هم میترسن، خوف میکنن، دوباره بهشون میگه لا تخافوا. چون که خسران مسئله میدونی چیست؟ همین است که امت خودش حرمتشو نداشت، گذاشت که رسوا بشود، گذاشت که به اصطلاح ناچار بشود به این که تسلیم حقیقت شود. خود کسی که همه رو تسلیم میکرد، خودش تسلیم میشود به حقیقت. چرا؟ چون که امتهاش تو این دنیا بیشتر حرص دنیا رو دارن، هنوز میخوان برن اون ور دست آبها رو بگیرن، میخواهن برن با، چرا مثلا کسی هست پسرش و امتهایی که مثلا غرب اینا حتی با خدا هم به جنگن، با حقیقت هم به جنگن. شما الان اگر یه روحی ببینی، شاید یک عرب، یک آلمانی در جا فقط در پی اینن که مثلا
به قول خودشون همون اسیر گرفتن، به اسارت گرفتن. اینطوری فکر میکنن، کار درستی انجام نمیدن، چه در دنیایی که مثلا بشریت دارد زیست میکند، چه در دنیایی که انسان است، چه در دنیایی که خدایان است، چه در جهان. عمل اینها عملی است که نادرست است، یعنی اعمالشون درست نیست که به اصطلاح سبب دوستی شود، فقط عامل یک اختلاف می شوند. یعنی هر وقت یک چیزی آرام بود، مطمئن باشید لحظه‌ای بعد همین امتها به فتنه و توطئه‌ای مصیبتش میکنن، تبدیلش میکنن به همون روحیه‌ای که در چی هست؟ در امت خلق حی هست، روحیه‌ای که درنده است، خشنه، خشونت داره، قتل میکنه، غارت میکنه، ناآرامه، فقط در نقشه کشیدنه، همون چیزی که داخل کتاب میگه، فقط فکر اینه فتنه کنه، یه جای خون بریزه، یه جای اختلافی بجا، یه جای عده‌ای کشته بشن. ملتاشون هم طبق تعالیم دین و اون روحی که درشونه، امتاشون هم کارشون اینه، تمسخر کردن، خندیدن، بی اهمیت شدن. مثلا اگه رفتن یه جایی 6 ماه بعدش میشن یه چیزی دیگه، مثلا همه خوشحال خندان میشن، مثلا کشور خودمون دیگه. مثلا وقتی اینا اومدن ورود کردن چی شدن؟ در عین مصیبت و بدبختی و جنگ و 8 ساله جوونا رو میفرستادن اونجا، خودشون شروع کردن ترانه های انقلابی ساختن، موسیقی در باب انقلاب بگن و شادی کنن، و بعد دیگه امتها دعوت می شدن، طوایف بیشتر شدن، سرزمین رو گرفتن، مثلا جاهای خوبی گرفتن، هر کنشون واسه خودشون امامی ساخت، امامزادهی ساخت، بتی برای خودش ساخت که یه روزی مثلا اینجا طوایفی دیگرش بهش بپیوندند. تمام این اتفاقا بر اساس حکمت همین دینیه که شما میگین دروغ نمیگوید، حیله‌گر نیست، قاتل نیست، حرامی نیست، مگر نمیگید این چیزا نیست؟ اما این اعمالش هست. پس شما همون بحث حیله است دیگه، میگه تمام آنچه را که بد است میکند و خود را به جلوه‌ای مقدس نشون میدهد. خودش در کتاب گفته است، شاعر گفته است، انسان گفته است، هر کسی دیدهش گفته است. اما چه چیزی قدرتش میدهد؟ امتی که برای ثروت و قدرت روی زمین قتل میکنه، میشود نیروی نظامی، عسکری، مثلا حکومت، امامت، میشود عالم دینی. اینا همه در دست هم میشوند. حکومت این قتل و غارت و دین حفظ میشود و این مربوط به ایماندار نیست، کسی که ایمان دارد و آنهایی که ایمانشان خوب است. این اعمال ارتباطی به ملت‌ها، انسان ایماندار، خوشباور، خداشناس، اینا مربوط نیست. این یوغ‌ها رو از خودتان بشکنید. چنین یوغ‌ها، چنین لعنت‌هایی که مثلا در این کتب هست، این لعنها رو، اینها رو همین عین رو از گردن خود بگشایید. چرا؟ چون که چنین اعمالی هست که به شما نسبت داده می شود. شما که خودتون نمیدونید. بازم در کتاب گفته، میگه خودشون که نمیدونن شما چه کار میکنید، ای اهل کتاب و ای حکومت ها و ای شرکا. شما چه میکنید؟ و ایمانداری که به اصطلاح خود در باور خود دارد، با ایمان و خدای خود زندگی میکنن، حالا چه کار میکنن؟ اون خب حالیش نیست. یه عده خیلی جدی میگیرنش، مثلا ظاهر مسئله میگیرن، صلاتشون رو به وقت میخونن، میخوان تبلیغ کنن، ایمانشون بر اینه که باید اینو تبلیغ. یه عده نه دیگه، ملت ها مسلمونن، عیششون رو میخورن، نهارشون میخورن، از کجا حلال میاد از کجا حرام میاد زیاد مطرح نیست. همون سر سفره که میشنن حلال حرامی میکنن و مثلا خون چیزشون، گوشت که میخوان بخورن حلال حرامش چی هست.
این است که شما مسئول این اعمال نیستید که نمیبینید، و برای اینکه ایمان خودتون رو با خدای خودتون باشید هم باید این کتاب رو بشناسید به درستی، که یک ایماندار درست باشید، و هم حقیقت رو بشناسید. نه اینکه مثلا از قرآن متنفر باشد کسی، یا از تورات یا از انجیل یا از قومی یا از امتی. این تنفر اختلاف است. خلاف این، اگر انسان باشیم بر این زمین به ارزش این که ما فرزندان این زمین هستیم، یا شما فرزندان این زمین هستید که جهان آفرینی هست که تمام این زمین و زمان را به روزش مثلا دانسته و نوشتن، از جمله ادیانی هست که وسیله این مسئله بودن، که اثبات بشود که شما فرزندان زمین روزی با زمین خود یک صدا سخن خواهید گفت، حقیقت را خواهید گفت. این می شود چی؟ این که ناراحتی نداره. این سخنان حقیقت کتابه، کتاب‌های مختلف، حقیقت طوایف است، حقیقت خلقتی است که برای هدفی است و در بطن، یعنی در لباس این امت‌ها شکل گرفتن و رسولان و طوایف و اینا که دنبال این چنین اعمال بودن، که به سرزمین‌های رسیدن، به گنج و ثروت و میراثی رسیدن، باش اون کار کردن. طبق کلام هم نوشته شده که با چه کسانی چه رفتار نادرستی کردن و چه کسانی هستن، چه قوم‌هایی هستن منتظرن تا آرامش بیاید دوباره بروند به شهرهای خودشون، و اسارت و اسیر گرفتن و کنیزی و مثلا کنازت و این کارا دیگه مثلا باهاشون نشود. قوم‌ها هر کسی صاحب حرمت و شخصیت خودش به هر سرزمینی بشود، طوری که چشم خدایش، جهان آفرینش، محبتش، خود زمین بهش محبت داشته باشد، که دیگه سبب خوشسالی نشود، مثلا مشکلات اینجوری نشود. چرا؟ چون که وقتی بدی نباشد، قتل نباشد، نافرمانی نباشد، خونریزی نشود، اعدام نباشد، مخالفت اینجوری و سبب مخالفت نباشد، یعنی حکومتی نباشد که مثلا این را سلاح مثلا حکومتش بدانه و بازی و لعب مثلا با امتهایی که باشند، مثلا ملتها رو به این وضعیت در بیارن. اینها نباید باشه. وقتی اینها نباشه، شما دینتون اینطوریست، نمیتونی انکارش کنی، نمیتونی انکارش کنی، نمیتونی هم که مثلا نفرینش کنید. چرا؟ این یک طایفه است، یک امته، یک خلقت است، هست روی زمین چنین چیز زیاد است. این در نوع خودش این شکلیست، با این هدف، با این قدرت، با این عظمت شناختی و این عظمت امتها و باورهایی که درش هست و حقیقتی هم که درش هست، که گفته شده است روزی به شما گفته می شود و ایمانداران درست کیند؟ اونهایی که نقش ایمان بازی می کنند که تبلیغ چیه، مبلغ کیست، مقلد کیست، یا این تقیه برای چی باید بگید، در چه جایی مصلحت است دروغ بگویی، برای چه چیزی؟ برای اینکه فقط خواسته دلت را گفته است. تو تقصیر خودت را اگر داری عمل میکنی، هدایت میشوی به اینکه تقصیر خودت را در آینده چرا نمیتونستی انکار کنی؟ چون که همین خودت داری عمل میکنی به اینکه این طریقت تبلیغ من سبب توسعه میشود، یعنی خودت اقرار کردی، اقرار تو سبب است که در اون دنیا که وحشت بوده است برات، مثلا تو راه نه پیش و نه پس داشته باشی. و انبیاءت بر روحی که چنین خشم و نفرت است
و از مظلومیت و آتش و عذاب است به قدرت میرسیدن. یعنی از ضعفی که انسان میدیدن یک قومهایی که اینها بهشون گفته شده یک روزی حقیقت بهشون گفته میشود، از این که نابود میشدن. حتی امتهای عرب دیگه، حتی اینها وقتی در اون عذابی که چی میدیدن که به خاطر گمراهیشون چه میشون، چون که به زمین به اعماق آن چیزی میروند که نه برعکس به جای خلاف این که پرواز کنن از این زمین برداشته شدن بروند. متوجهی؟ به خاطر همین بحث زمین هم خیلی مهمه که حاکم بر این زمین کیست، چیست، چه میخورد، چه میکند، عملش چیست. وقتی عملش هست دیدی بده، مطمئن باش زیر زمین شما، زیر پای شما یا زیر پای اون حاکم و بیت و حرمش و جایی که هست و امتشون و اعمالشون، زیرش هم همون عمل پیش می آید، ولی به طریقتی که خوب و بدی، یا اسلام است و اعمالش و یا دینی دیگه است و یا خوب است یا بد است. بنابراین همه چیز بر اساس این شناخت است که شما ایمانتون چیست. در جهان اگر شما بهترین ها باشید، بهترین بودن ها که باشید، یعنی زیباترین لباس تنتان باشد، به خطرش خیلی زیاد است. چرا؟ چون که این سخنان زمانی انحصار و قدرتی است، طوایفی را به قدرت میرساند که انحصارش کرده باشد. یعنی ملت ها و حکومت های دیگه که دارن فریب این دنیا رو میخورن، اتفاقی اگر میفته یک عده کذاب امت دین فلان مثلا طوایف اسلام و مثلا از عیسی و موسی و اینا همه با هم دیگه مثلا متحدن که یک کاری بکنن، بعدش اگر به همه چیز رسیدن مثلا بعد برن خفتی بدن به اون قوم ها و اون ملتی که مثلا منتظر بودند، انتظار رهایی داشتن، ولی اینا بر علیهش مثلا برخواستن و موفق شده بودن دیگه، مثلا از سفر برمیگشتن. اگر خواستین بهترین باشین اینها رو شناختید که مثلا دلیل این که مثلا حقیقت به ملت ها هیچ وقت گفته نمیشه قدرت و ثروت. فقط حکومت هایی که قدرت و ثروت و دین را تشکیل میدهند، حتی به امت خودشون و ملت خودشون و بشریت، وقتی به تقدس اینها احترام نمیذارن، به توی مثلا امت ها و ملت هایی که وسیله حرکتشون هستید، وسیله قدرت سازیشون و ثروت و دنیای مردگانشان بوده اید، به شما امت ها و اینا الان اهمیت میدن. خود در منطقه همین امت هایی که دارن تبلیغ میکنن که مثلا علیه یکدیگرن، اگر جنگ بشه خود همین امت ها رو میکشن دیگه. برای چی؟ برای که اون روحی که میخوان بدن به این دنیای مردگان و بعد یه روحی دیگه تقویت کنن قوی تر، مثلا در چه سبکی باشد، همون چیزی هم که در کتاب گرفته میگه وقتی میکشید بعد علمای دین شروع میکنن دیگه، مثل همون دوران جنگ شروع میکنن هی روزه میخونن فلان میکنن تا این روحا در این جسما که شکل میگیرن به این مثلا آموخته بشن، تربیت بشن. همین ادعایی که تشیع مثلا در کشوری داره، مثلا میخواد تشیع بهتر مثلا قدرتی نشون بده، یا مثلا سنت که اصلا اصلا مال این چیزا نیست، فقط در کیف اینه، میخواد مثلا با کشورهای غربی فقط این فکر خون ریختنه. سنت وسیله، یعنی قتال است، میچرخه هر جا باشه دنبال این خونه. ولی شیعه مثلا کسیه که بذار امامت، تبلیغ، شعر، نبوت، این چیزا ازش در میاد. ولی سنت کارش رادیکاله در این مسئله، مثل اینطوری که در عیسوی ها مثلا
شکل‌هایی مثلا چی هن؟ رادیکالن. یا مثلا در طایفه عیسی مثلا هم اینطوری بود، گذشته هم اینطوری بود. حالا کار به طور مثال که گفته باشیم و همه چیز رو الان ببندیم که بریم خلاصه‌ای باشد، ایمان درست فقط بر بینش است. یعنی شما اگر حقیقت را شناختید، چه مسلمان باشی چه نباشی، چه یهود باشی چه نباشی، چه عیسوی باشی نباشی، یا اصلا بهترین یکی از اینها باشی، مثلا یک مسلمان خوب و رادیکال باش، تا حقیقت خودت را نشناسی، یک وسیله‌ای که میرود قتل هم ممکند بکند، ممکند حتی سرقت هم بکند، ممکن حتی زنا هم بکنند به اسم نکاح بکنند، مثلا حتی ممکنه با خودشون در شرایطی که قرار میگیرن، مثلا چون که پر از روح میشوند و توهمات و تبلیغات دینی که بهشون میگه مثلا اون موقع با هم دیگه چرا بهش میگه فرشته ها به تو ظاهر میشه، اینجوری یه جورایی ملائک شما رو چیز میکنن، همون روحایی هم که کشته شدن دیگه تو اون حالت به اینا میان، خود دیگه میخوان این روحا هم به یک فسادی بکشن، یا حتی چی به اسم کسی در بیارن که اون صاحبشون بشه، مثلا اونجا هم میرن نکاح هم میکنن. چرا؟ چون که اونجا که بهش میگه مثلا سهمی داره از زنها، داخل کتاب هم بهش میگه مربوط میشود به همین، که بعدش اون روحا که به این طریق به عقد کی در میان؟ کسی که شما اسمش هم میبرید، همونطوری که عقد باز همسر خودتون هم به اسم کسی دیگه میبرید. تمام اینا مربوط میشه به ایمان شما، ایمانی که برای شما ساخته شده است، لباسی شده است تا این ایمان دین شما روزی به شما لباستان را ظاهر کند. یعنی بگد این لباس تن تو بوده، تویی که در این دنیا دنبال همه چیز بودی، خدای خودت رو اینطور عبادت میکردی، این لباسی که تنته به این شکل ساخته شده. چه چیزیش از دیگری است، کدومش چه لکه چیز، اون چه اعمالی است که لکه سیاه اون است، اون یکی چه کاری است که لکه فلان. مگه نگفته تو لباس؟ گفته این لباسی که بر تن تو، بغیر از اون لباسایی که غارت کردن منور می شدن باهاشون، ولی چهره پنهان این لباس ها، یا این لباس هایی که به اسارت بودن، یا اشخاصی که به اسارت شو بودن از سوء استفاده می‌کردن، به حکمت، از حکمت سوء استفاده می‌کردن. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی از همه چی استفاده کردن برای اینکه چی؟ در این دنیا الان یک دلغک خیلی برای یک ثروتمند با ارزش داره که بتونه بخندونتش. یک شیخ یا یک کسی که ثروتش، مثلا یک مسلمون اگه ثروتمند باشه یا هر کسی دیگه، اصلا نمیگیم مسلمان، حالا ما شناختی که از خود منطقه داریم میگیم، مثلا یک مسلمون شیخ اگر خیلی ثروتمند شه کجا بره؟ مثلا چه لذتی ببره؟ مثلا چه کار میکنه؟ مثلا این کاری که داخل منطقه میفته، مثلا از فقری که مثلا وجود داره مثلا و ثروتی که اونور آب هست، مثلا این اتفاقاتی که میفته، مثلا اینا مربوط میشه مثلا به این حکایت که مثلا ایمان شما این رو نمیبیند که مثلا از اون مسئله چه اتفاقی میفته، چه شخصیتی شکل میگیره. شخصیت هایی که تو این دنیا هست همش سرچشمه و نطفه یک جایی هست که مثلا عملش تأثیر اعمالش رسوندتش به توسعهش داده. شما مثل یک دروغه، میگه یک دروغ وقتی دروغ میگوید هی دروغگوتر میشود. یک خطا هر وقت یک خطایی میشود، خطاه به اشکال مختلف در میاد، ولی سر اون خطا سرقت. وقتی یکی سرقت را روحش رو خلق میکنه، بعد سرقت به شکل مختلفی شکل میگیره. الان شما چند هزار مدل سرقت تو این دنیا هست، یا چند هزار مدل نه، مثلا چند صد تا مدل هست سرقت چی، چطور، چه طریق.
چرا؟ چون که نطفه این سرقت گذاشته شده. یک روزی که نطفهش گذاشته شده در همین کتاب ها نقش داره، در کلامی که شما میخوانید. و نطفه‌ای که در کلام گذاشته شده طایفه‌ای ازش شکل گرفته که شما او رو عبادت میکنید و این میشه اون روحی که در کتاب میگه این روح ها، یعنی این امت ها، این روح ها تأثیر اعمالشون خلق ها رو شکل میدهد. یعنی اگر شما یک مسلمان باشید، ایماندار درست باشید، یا یک مسیحی عیسایی باشید، یا یک ابراهیمی باشید، هرچی باشید، وقتی میگی خیلی ایمانداری و هیچ کار یک از این اعمال رو نمی کنی، ولی درون وجود خودت یا یوغی که داری یا لباسی که داری روش نوشته شده چی؟ تو جدت فلان کار کرد، فلان کار کرد، این کار کرد، تو از اونا هستی. بهش میگه نشونی هم بهش بذار که نه راه پیش داشته باشد نه راه پس. چرا؟ میگه چه کسی کور یا نابینا رو خلق میکند ای موسی؟ یا چه کسی را که کر باشد یا کسی که میشنود را خلق میکند؟ موسی بهش میگه چه کسی؟ بهش میگه حالا بیا نشونت بدم. امت خودش رو اونطوری میکنه، وادارش میکنه حتی عصای مار رو، افعی رو بپرستد برای اینکه شفا پیدا کنه. اما امت خودش اینو متوجه نشدن، تا الان هم شاید متوجه نشدن که تمام این چیزها یک مسئله است که روزی میبایست در موردش روشنگری بشود. میشد یه روزی در کتبی مثلا در جایی باشی، مثلا تمام ادیان باشد، همین گفته ها رو به زیبایی کلام دوستانه بگی، ولی چون که رفتارتون عمل تغییر نمیکنه به تنفر کشیده می شود. چرا؟ چون که خود دین از انسان وقتی ساقط بشود و به حقیقت، چون که حقیقت شما می توانید بپذیرید، دلیل است، هی بپذیرید، در صورتی که این حقیقت یا این دلیل شخصیتش تغییر کند، لا یتغیر نباشد، مثلا اعمال بد و انجام نده، در کنارت با این که هست نخوره از میوهت، در کنارت وقتی هست مانند یک مهمان باشد، مثلا در کنارت اگر باشه خودش و امتش، حرمت مثلا داشته هایت را داشته باشد، به فکر مروارید و جواهرات و لباست نباشد. تمام اینها زمانی قشنگ است، یعنی جای حرمت دارد که اینها باشد. ولی شما اگر مثلا خلاف این عمل کردید، 1 سال 2 سال، چرا هر انسانی طاقت چیزی دارد، وقتی مثلا شما دیگه حرمت هیچی رو نداشته باشید بی حرمت میشید. وقتی اسم میبرید اشخاصی که مثلا به شما مربوط نیست، بلکه شاید به تمسخر یاد میکنید اسم میبرید، یا برای اهدافی که مثلا صدا میکنید مثلا کسانی رو، اشخاصی رو، شخصیت‌های، بعد میشه حیله‌گری دیگه. وقتی به این منطق دیگه پایان نمیدید، بعد دیگه کم کم شروع میشود به لعنها، بعد همه چی برعکس میشود اون چیزی که در کتاب نوشته است چون که به درستی عمل نشد، اون لعنهایی که کرده بودن بر قومها، بر امتهایی برمیگرده که عاملشن. یعنی اونی که لعن کرده خودش دیگه میشود، اونی که مثلا میرفته نکاح میکرده با اولاد خودش هم میرفته قتل میکرده، قربانی میکرده، ممکنه اینجوری بشه. خب چرا؟ چون که شما ارزش ها رو زمانی حرمتشون رو دارید که در کنارتون هستن و حرمت اینو دارن. ولی اتفاقایی که افتاد مثلا در این چند سال و کیا بودن؟ همین امت بلال و امت اسلام و شیعه و مسیحیت، هر کدوم شو در زمان خودش. تازه اینها میرفتن قدرت‌های دیگه، سلاح‌های دیگه از کشورهای دیگه می آوردن که در این مسئله شراکت داشته باشن. الانم میگم چون که دیگه ارزششون رو از دست دادن. یک زمان اینا با ارزش بودن، حرمت پیر رو داشتن، جوان رو داشتن، حرمت زن رو بود. میگفتیم خب همه در کنار هم داریم به یک حقیقتی میخوایم پی ببریم، ولی چون که یک عملی کردن شدن هر کی نمیدونم قلب زلیخای، نمیدونم قلب خور، و اون یکی شد
جگرخور و اون یکی شد مثلا دوستداران تو میکشت. یکی دوستداران تو زنن شکارشون میکنه، قلبشون رو اون میخوره، مثلا میده کسی که مثلا تو رو دوست داره میخوره قلبشو. میدونی چی میگم؟ بعد این اتفاقهایی که میفته همه یک حرکت عبادی دارن، عهدی دارن، یعنی عهد بستن که این عمل کنن که این طلسمه شکسته نشه. مثلا این یوغی که بسته شده بوده، چه از اونایی که به اسارت دادن چه امتهای خودش تصور میکنن با حفظ اینه که مثلا میتونن آسمان خود را حفظ کنن یا زمینی که خودشون برای خودشون ساختن. میگه با این اعمال وقتی تکرار میشده است، اینا میتونستن این قدرت عبادی خودشون رو حفظ کنن. اما وقتی این عمل نمیشد، مطمئنا اینا در کنار شما هم چی میتونستن باشن؟ به ارزش وجود خودشون به یک آرامش میرسیدن و دور میشدن، یا مثلا اگرم میبودن با اون شخصیتی که در حال شکل گرفت بودن، چون که تو این دنیا اینا همه کاری کردن دیگه، میکنن. یه جایی با یه چیزایی نباید کرد. چطور یه شخصیت شیخ مثلا فلان ثروتمند که میاد خیمه‌شو میزنه یا هر کاری میکنه به این همه احترامی گذاشته میشود؟ چون که منفعت قدرت است، ثروت است، حکومت است، نفت است، گاز است، اقتصاد یک کشور است. پایه اساس یک حکومت است که بر باد همین مسائل غارت و سرقت هست. وقتی اینها باشه ولی دیگه این چیز مطرح نمی شود، حرمت ها دیده نمی شود. هر کی به فکر اینه که مثلا به یک چیزی برسه با هر زوری، با هر نقشه‌ای، با هر حیله‌ای، فقط هدف دیگه اونجا تقدس براشون. چرا؟ ربشون الی علمهم به دینهم، خودش در میان این بحبه داستان اینها خودش کسیه که اصلا به هیچ چیز ترحم نمیکنه. خب رسولش چه میشود؟ رسولش هم دیگه حرمت اینو نداره که مثلا اگه پیری بود اونجا یا مثلا این اتفاقا نیفته. بنابراین اگر حرمت رب خود دارید، اگر برای حرمت ارزش این که خدایان وقتی گفته می شود، هر خدایی، هر دینی، هر حرکتی بر این زمین ارزش‌های خود را دارد، خالق خود را دارد و هیچ چیزم بی دلیل گفتیم که نیست. اگر حرمت اینها رو دارید، به قوم‌های دیگر احترام بگذارید. یعنی از قوم‌هایی که شما براشون سلطه داشته اید، امت‌های دینی اسلامی، شیعه، سنی یا مثلا عیسوی، موسوی و اینا تسلط داشته اید، دستتون و قدرتتون و زورتون و خواسته هاتون رو بردارین، از آنها دوری کنید. اگر خواستین در کنار هم، دور از هم باشید که خیلی بهتره. چرا؟ چون که آرامش برقرار می شود، حرمت شما دیده می شود، شخصیت خود را نشان می دهید دیگه. نشان می دهید که در این دنیا برای این که وجودی هستید قابل حرمتید، که دیگران قابل حرمتن، همینطوری شکل می گیرد دیگه، آرامش هم برقرار می شود. ولی برعکس این انجام بدید، هی مسائلی دیگه پیدا می شود. تا یک روزی هم شاید یک حکومت‌هایی باشن این حرفا رو نفهمن، اولادشون مثلا یا حکومت‌هاشون تحت تأثیر خشونت و خشم و تعصب و مثلا اولاد همین شیوخ و یا مثلا حکومت‌ها و طوایف قرار بگیرن. مثلا اینا هی تحریکتون کنن که نه این توهین مثلا به دین ما نمیذاریم، نه فلان، خود دیوانگی کنن، خود را مثلا به دیوانگی بکشونن که اگر تعصبشون رو اینطوری نشون بدن که مثلا سبب مثلا کشتارم بشوند میشدند اگر مثلا مقابله نکنی با این، یا مثلا در برابرشون ایستادگی نکنید که مثلا رفتار شما، عمل شما نادرست است بر اساس حکمت دین و الهیات و زمان و اینکه ارزش ها رو شناختن دیگه. هر چیزی در زمان خودش باید دیده شود، بعدش
حق و حقوقی مشخص شود. خلافش همین مسئله پیش میاد، یا اختلاف میشه کشتار میشه، مثل حابیل و قابیل میشه، این میزنه برادر رو اونو میکشه به خاطر دینش، به خاطر عقایدش، یا مثلا دوره نمیدونم یک نبی دیگه میشه، یک امتی دیگه میشه، چون که اینا هرچی دارن تو جیبشون در میارن دیگه. این نشد اون بشه، کارت مثل قمار بازن، قمار میکنن سر این مسئله، هر چیزی یه دفعه رو میکنن. خب حالا بیایم این نقشه طایفه فلان مثلا چه کردن اینطوری بود، خب شما هم بیاد این کارو. میبینن این بوتشون عمل نمیکنه، سری میرن یه بوتی دیگه میارن، یه چیزی دیگه در میارن، خب طایفه فلان این کارو کرد اون کارو کرد، شما برو اون کارو کن این کار. ولی وقتی تمام اینا به پایانی رسیده باشه، بهترین کار که ارزش‌ها حفظ بشوند این است که از سرزمین هایی که سلطه دارید غصب کرده اید، چه به دین، چه به عبادت، چه به ربک، چه به خلقت، وعده این هم هست، پیمانی هم هست که مثلا روزی میرسد، چنین روزی که حقیقت شما آشکار میشود. اصلا حقیقت انسان نگفته، تو گفتی عرب، مثلا ولد فلانی گفته، اصلا آلمانی گفته یا اروپایی گفته. وقتی این حقیقت رو شما شنیدید، مثلا بفهمید که دیگه این همون زمانیه که گفته شده دیگه، گفته شده که مثلا قرار است شما دیگه از اون سرزمین ها برداشته بشوید، اون اعمال نادرست رو روی خاک و ملک و آبادی و شهر اونجا دیگه انجام ندین، اون خواسته های دلتون هم با خودتون هم کنید، هرچی اووردید کتاب و نفرین و لعناتون هم یا میریزید دور یا یوق خودتون کنید برگردید. اینجوری گفته شده است. الان شما اگر تصور کردید یک روزی بر انسانی مثلا تو این دنیا توانستید هم تا کنون که کردید مثلا پیروزمند بشوید، شاید مثلا اون مثال یهود مثلا در کشتاری که شده میگن شخصی بوده مثلا تجربات دیگه، مثلا اینا اتفاقایی که میگن افتاده، بعد مثلا یهود کشته میشود چون که مثلا به اون چیزی که گفته بود. یک یهود هم نمیتونست ادعا کنه که قوم فلان است، یا اگرم ادعاش درست بوده هم، ولی چون که مثلا برش غلبه شدن میگن کشته شد، مثلا میگن دیگه یهود رو میزنن میکشن، منفور محسوب میشن. چرا؟ چون که یه چیزایی از دستشون میره احتمالا تو منطقه، بعد یهود کشی میکنن، نمیدونم. خلاصه بعد که جنگ میشه دیگه، اینا هم همچین تفکری هنوز قدرتمنده بینشون، حکومت‌های منطقه، آمریکایی و اعراب، نمیدونم شرقی و غربی ها، همه یه جورایی میگن اینو سکوتش کنیم، ساکتش کنیم. میدونی تصورشون این یک خواسته است که باید مثلا مخالف دینه دیگه، مخالف اعمال نادرسته، مخالف حکومت است که مثلا با عمل به دینشون اعمال نادرست رو انجام میدن. اینا تازه این حکومت ها و علمای دین و ثروت و قدرت برای حفظ خودشون مخالف اینن، میگن باید همچی چیزایی یا هم کسایی که حرف میزنن رو پیدا کرد، مثلا اگر از خودشون نباشه، به نفع خودشون نباشه، مثلا تبلیغی برای خودشون نباشه یا وسیله سوء استفاده‌ای برای خودشون نباشه. چون که خیلی از سیاسیون خارج، چه جوونا چی، مثلا ممکنه مثلا کسانی در ارتباط میخوان باشون باشن، مثلا همون اونها رو شکار کنن، همین یه لذت یه شاخه داخل امت ها. میدونی چی میگن؟ تا برسه مثلا کبارشون دنبال چیزهای بزرگن، مثلا دانه های بزرگن، دانه های مثلا فلان، هر کدومش یه توهمی برای خودش رو داره دنبال میکنه. اما این دینی که هستش مثلا به خودش نمیگه خب اینا نسل های خودشن، اینم شاهد این مسئله است. امتهاشون هم میبینن میشه، مثلا طوایف هم میبینن، خیلی از بنات طوایف مثلا از اینکه کشتارهای اینطوری میشه مثلا تازه لذت میبرن، چون که اینا اون روحن دیگه، همون روحی که معروفه. مثلا خیلی طوایف هستن خود مثلا والده هاشون از عمل ولدشون که داره مثلا به یه همچین شجاعتی مثلا میره از راه نادرست
به یک قدرتی برسه مثلا افتخار میکنه، فکر میکنه این خدمتیه به ربش یا وعده بهش داده شده. مثل خیلی انبیای، مثلا کسانی که در کتب اسم ازشون برده میشود. یا مثلا یارو قطع کرده تو فرقه‌ای بوده رسیده میرسه به قدرت مثلا حکومتی. چرا؟ مثلا چرا؟ دلیلش چیه؟ چون که یک والدهی، یک توایفی، یک والدی، یک کسانی هستن اینطوری فکر میکنن از این طریق با این حیله‌گری، با این کشتار و قتل و فلان و اینا، چیزی که تا الان بوده دیگه، مثل امثال داوود و امثال هم، مثلا به این طریق هدایت شدن با قتل، از این کشته از اون کشته رسیده به قدرت. چه کسانی دارن اینا رو انجام میدن؟ علمای دین و مثلا حکومت ها. خب اینو چرا انجام میدن؟ میخوان توی دنیا این نقش رو داشته باشن، اما ربطی به ایماندار ندارد. یعنی شما ایماندار نباید صلات کنید برای چنین اعمالی. عاملش چی می شود؟ یعنی سبب چه می شود؟ در اون دنیا طبق کلام دین و کتاب خاتم انبیا و کتب دیگر، شما در همون آتشید که وعده نار است. به اعمال چی؟ مگه نگفته عمل کثیف، مثلا عمل نادرست این است که غارت میکنید فلان میکنید؟ میگه این خودش که میکنه فدیهش چیه؟ امت خودشه. یعنی همین که وعده بشه، یعنی چرا؟ محصولی ساخته دیگه، تربیت کرده براش. کی میخوردش؟ اونی که حاصلش چی بوده؟ مثلا رسولان بودن و محصولش امتاش بوده است. وقتی شما اینو میدونید، ایمان خود را به این مسائل نسبت ندهید. بگو من ایماندار هستم، ایمان دارم به تمام این کتبی که هست که اینا همشون حقایقی هست، اعمالشون چنین هست، اون اعمالش چنین هست و چنین، اینا همه رو بشناسید. بعد ایمان داشته باشید به جهان آفرین که تمام این حکمتشون در کتب نوشته است از پیش. که چی؟ که در کتاب نوشته است ما چه بودیم و اینها در پاسخشون تغییر که دادن و بعد لعنت کردن کسی این تغییرها رو تغییر ندهد، به اونها توهین میکنند، اهانت میکنند، امتهاشون هم مسخره میکنند، با قول خودشون عتیق هم میگذارنشون، سردشون میکنند. همین این مسئله دین است، باید بشناسیش. دین نباید از امثال کسانی که کتاب نوشتن تهدید شدن یا کسانی که کشته شدن، اصلا اینها همه میشود که تو متوجه نشی. ارعاب، رعب تو کتاب گفته وحشت ایجاد کنید. وقتی دیدید که مثلا دارید افشا میشوید، رسوا میشوید، ناتوانید، کمک بخواهید. کمکش چیه؟ مثلا برید با کشورهایی بهش چیزی بدی، نفتی بدی، گازی بدی، بیایید در حرب با کسانی که مثلا هستن یا حتی علیه امت خودش حتی میکشتتشون. وقتی بهش میگه محصولش آماده است، چرا؟ یعنی فهمیده، میفهمه حقیقت چیه، میفهمه این حکومت و دین و بساطش ربطی به خدای ذاتش نداره. چطور میشه خدای ذات و باورش که انرژی وجودش هست یه جایی کمکش میکنه و میفهمه، ولی اون فضول میاد چیکارش میکنه؟ همون دین و عهدش میاد بهش میگه تو متوسل بشو به اینی که من ساختمت. وش این دوباره راهشو گم میکنه، این ایماندار دوباره بازم میفته خاکی میشود. میدونی چی میگم؟ اینا همه رو تو کتاب بازم نوشته. بنابراین ایمان خود رو درست کنید، ایمان قشنگ و زیبایی داشته باشید تا حرمت خود را حفظ کنید. تا گفتار دیگر شاد باشید.